سرخط خبرها: هشدار وزیر خارجه ایران به رافائل گروسی. استقرار 5000 موشک روسی در ونزوئلا. مادرو آمریکا را تهدید کرد. ترامپ: من دیدار با پوتین را لغو کردم. و روسیه درباره درگیری هسته‌ای به ناتو هشدار داد. مشروع خبرها: وزیر خارجه ایران در واکنش به اسارت اخیر مدیر کل آژانس انرژی اتمی هشدار داد. سید عباس عراقچی در حاشیه نشست دیپلماسی در مشهد در پاسخ به سخنان گروسی گفت کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست خورده نتیجه جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی پیشتر در خصوص حمله تأخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران صحبت کرده بود و تاکید کرد آسیب به تأسیسات مهم اصفهان شدید بود، اما با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ مبنی بر نابودی کامل دانش فنی ایران از بین نرفته است. روسی گفت که ما معتقدیم بیشتر اورانیم با غنای بالا در اصفهان و فردو باقی مانده است و افزود آژانس درست پیش از حملات اسرائیل از این تأسیسات بازرسی کرده بود و این امر منجر به اطمینان ما شد. آژانس از آن زمان این سایت ها را از طریق تصاویر ماهواره‌ای زیر نظر دارد و کشورهای دیگر نیز به همین نتایج رسیدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد نیکولاس مادورو در مراسم با حضور مقامات ارشد نظامی ونزوئلا تاکید کرد کاراکس موشک‌های کوتاه‌برد زمین به هوایی ساخت روسی موسوم به ایگلاس دارد که 5000 فرانت‌ها در موقعیت‌های کلیدی دفاع هوایی برای تضمین صلح قرار دارند. آمریکا مادورو را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا و مقامات ارشد این کشور را با گروه موسوم به کارتل خورشیدها مرتبط دانسته و کاراکس را به تحصیل قاچاق مواد مخدر به آمریکا متهم کرده است. از این رو ترامپ با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تجهیزات نظامی گسترده شامل ناوکشان‌های مسلح و موشک‌های هدایت شونده، جنگنده‌های F-35، یک زیردریایی هسته‌ای و حدود 6500 نیروی نظامی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا اعزام کرده است. حملات آمریکا به قایق‌ها در دریای کارایی تا کنون دست کم 32 کشته بر جا گذاشت. مادورو درباره اقدامات نظامی آمریکا گفت ونزوئلا با بزرگترین تهدیدهایی که قاره ما در 1100 سال اخیر به خود دیده روبروست. همچنین ولادیمیر پوتین به وزیر دفاع ونزوئلا با اشاره به استقرار ناوه‌های جنگی آمریکا در دریای کارایی گفته است واشنگتن جنگ اعلان نشده را علیه کاراکاس آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مارک روت دبیر کل ناتو اعلام کرد دیدار برنامه‌ریزی شده خود با ولادیمیر پوتین را لغو کرده. ترامپ دلیل این تصمیم را عدم اعتماد به محتمل بودن نتیجه محوری در این نشست دانست. ترامپ گفت ما دیدار با رئیس جمهور پوتین را لغو کردیم، احساس نمی کردیم قرار است به جایی که باید برسیم. برگزاری جلسه با پوتین درست نبود، بنابراین آن را لغو کردیم. با وجود لغو نشست ترامپ اظهار داشت در آینده این دیدار انجام خواهد شد. پوتین و هم زلنسکی به دنبال صلح هستند و زمان پایان این جنگ فرا رسیده. ترامپ همچنین از تجدید تحریم ها علیه روسیه خبر داد و دلیل آن را رسیدن وقتش خواند. پیش از این وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود به دلیل آنچه عدم تعهد ادعایی مسکو به پایان دادن درگیری اوکراین خوانده شده شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه لوک‌ایل و رونسفت و شرکت‌های تابع آنها تحریم خواهند شد و افزود باور دارد که پوتین تمایل به مذاکره و دستیابی به توافق در مورد اوکراین دارد و واشنگتن نمی‌خواهد مسکو کنترل کامل منطقه را به دست بگیرد. ترامپ در بخش دیگر از سخنانش از احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با شی جین پینگ رئیس جمهور چین سخن گفت. ترامپ پیش بینی کرد توافق احتمالی با چین میتواند در مورد همه چیز از جمله مسائل هسته‌ای باشد. او با اشاره به تسلیحات هسته‌ای گفت ما بیشترین سلاح هسته‌ای را داریم و روسیه دوم است. چین با فاصله زیادی سوم است، اما ظرف 4 یا 5 سال به این تعداد خواهند رسید. ما در مورد کاهش تنش صحبت میکنیم و فکر میکنم چین را هم به عنوان
آن اضافه خواهیم کرد. ترامپ همچنین گفت آمریکا به قایق‌هایی که مظنون به حمل مواد مخدر در آب‌های بین المللی هستند حمله خواهند کرد و ممکن است برای اخذ مجوز قانونی انجام عملیات زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر به کنگره مراجعه کنند. او احتمال انجام اقدامات بسیار جدی علیه کلمبیا را نیز مطرح کرد. رهبر جمهوری خواه آمریکا به تعطیلی ادامه‌دار دولت فدرال که ناشی از بنبست‌های سیاسی در کنگره بر سر لایحه بودجه است اشاره کرد. او ابراز امیدواری کرد بسیاری از دموکرات‌های خوب مایل به توافق برای پایان دادن به این وضعیت هستند و نهایتاً در برهه عقل سلیم پیروز خواهند شد. لازم به ذکر است سال مالی جدید آمریکا از اول اکتبر آغاز شد، اما به دلیل عدم تصویب بودجه در سنای آمریکا برای 12مین بار پیاپی تعطیلی دولت فدرال ادامه دارد. جنگنده های اسرائیلی موج سنگینی از حملات هوایی راه لبنان آغاز کردند. این حملات که ساعات پیش شروع شد با وجود اجرای توافقاتش به سمت حزب الله و اسرائیل در ماه‌های گذشته صورت می‌گیرد. الجزیره گزارش را از جنگنده های اسرائیلی اطراف منطقه و جنتا در بقا و همچنین منطقه بلندی‌های حمل در شرق لبنان را هدف بمباران قرار دارند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اعتراف کرد ارتش این کشور در حال بمباران مناطقی در لبنان است. منابع اسرائیلی مدعی شدند هدف این بمباران‌ها مواضع حزب الله لبنان بوده. در کریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اقدامات آمریکا و غرب شامل اعزام نیرو به اروپا، ماموریت هسته‌ای مشترک ناتو و نظامی کردن فضا را به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده دانست. ریاب گفت تاکید کرد این اقدامات مسکو را وادار به اتخاذ اقدامات جبرانی در زمینه‌های نظامی و فناوری کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر مانور هسته‌ای مهم نظارت داشت که شامل موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، بمب‌کن‌های راهبردی و موشک‌های بالستیک پرتاب شده از زیردریایی ها بود. کرملین گزارش‌هایی از این مانورها را پس از لغو ناگهانی نشست برنامه‌ریزی شده پوتین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد. سخنان ریاب گفت بر هشدارهای فزاینده روسیه نسبت به مانورهای سالانه ناتو، بازدارندگی هسته‌ای و همچنین نوسازی زرادخانه هسته‌ای غرب تاکید دارد. این وضعیت همزمان با تجدید تنش‌ها بر سر اوکراین و فروپاشی چهارچوب‌های کنترل تسلیحات مانند پیمان من موشک‌های هسته‌ای میانبرد رخ داده است. این امر نگرانی‌ها در مورد از سرگیری رقابت‌های هسته‌ای و محاسبات غلط راهبردی را افزایش داده است. هفته‌نامه نیوزیک نوشت موضوع هسته‌ای کرملین و مخالفان با مفاد طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره اوکراین نشان می‌دهد تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ممکن است دشوار شود. نشست برنامه‌ریزی شده میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که قرار بود در بوداپست برای گفتگو در مورد جنگ اوکراین برگزار شود، لغو شد و کاخ سفید اعلام کرده است طرحی برای برنامه‌ریزی مجدد آن وجود ندارد. ترامپ علنا خواستار طرح صلح برای پایه خطوط نبرد کنونی است، پیشنهادی که روسیه با آن مخالفت کرده. سرگیریاکوف بیشتر هشدار داده بود هر گونه نشانه از آمادگی آمریکا برای آزمایش هسته‌ای با پاسخ سریع روسیه همراه خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه فاش کرد مسکو مدت‌هاست تلاش‌های واشنگتن برای آماده‌سازی زیرساخت‌های آزمایش هسته‌ای خود را زیر نظر دارد. ولادیمیر پوتین نیز قبلا هشدار داده بود هر گونه اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توسط یک قدرت هسته‌ای دیگر از سوی مسکو بدون پاسخ نخواهد ماند. سپاس از اینکه بیننده خبرهایمان بودین. تا ساعت خبری دیگر بدرود.